چقدر رو اعصاب من بکوبی باز مسکنی برای من خوبی هر چقدر خلاف میل من باشی. سلام دوستای عزیزم، اگر قرمه سبزیتون عطر و بو نداره یه قاشق از این ادویه مخصوص رو داخل خورشتتون بریزید. 1 قاشق غذاخوری تخم گشنیز، 2 قاشق غذاخوری شنبلیله خشک، 2 قاشق غذاخوری شبید خشک، 2 قاشق غذاخوری جعفری خشک، 2 قاشق غذاخوری گشنیز خشک رو داخل آسیاب بریزید و به طور کامل پودرش کنید. وقتی پودر شدن بهش 1 قاشق غذاخوری زردچوبه و 1 قاشق غذاخوری فلفل سیاه اضافه کنید. همه رو با هم مخلوط کنید. ادویه‌مون آماده است و 1 قاشق غذاخوری از این ادویه رو داخل قرمه سبزی بریزید. با این ادویه مخصوص قرمه سبزیتون بی‌نظیر میشه. به همین راحتی ادویه مخصوص برای قرمه سبزی درست کنید و داخل خورشتتون بریزید. نوش جان.